پافشاری پاکستان و مخالفت طالبان بر حصارکشی مرزی، روابط پدر و پسرخواندگی اسلام آباد و طالبان را در تنگنای سیاسی و نظامی قرار داده است. ارتش پاکستان تکمیل کار حصارکشی را حافظ خون نظامیان این کشور خوانده و هشدار داده که در هر صورت ممکن این کار را تکمیل خواهند کرد. پاکستان افغانستان حکومتی سطح مدیریت مرزی و ایثارکشی در مرز پاکستان و افغانستان 94% تکمیل شده است. بین هر پست مرزی تا پست دیگر 7 تا 8 کیلومتر فاصله وجود دارد. هدف از ایثارکشی محافظت از مردم دو طرف است. این حصار حافظ خون جانباختگان نظامیان ما است و قطعاً تکمیل خواهد شد. طالبان که بعد از سقوط کابل و خروج نیروهای آمریکایی به زرادخانه نظامی پیشرفته غربی دست یافته میگویند که اجازه حصارکشی را به نظامیان پاکستانی نخواهند داد. اما سخنگویان سیاسی طالبان در کابل برخلاف اعلام جنگ فرماندهان محلی این گروه تنش‌های کنونی را کوچک و پیش پا افتاده می‌خوانند. مخکې چې کوم کار کړی هغه یې کړی هغه مونږ نه پرېږدو دې ته انشاءالله اجازه نه ورکو او نور یو انچ نه پرېږدو چې دی په مخه شي او یا کوم انچ ازغن تارتي ولیدله چې دوی یو څو توپونه ویشتل په مقابل کې مونږ 32 ډي سي توپونه دی په مقابل کې ویشتل د کلاشینکوف جواب به په ډي سي توپونو باندې ورته ورکو. حمایت پاکستان از طالبان سابقه طولانی دارد. در 2 دهه گذشته اسلام آباد به رهبران طالبان پناه داد. ماشین جنگی طالبان را در افغانستان تقویت کرد و امکانات صحی را برای جنگجویان زخمی این گروه فراهم کرد. اما اکنون پرسش اینجاست چه عوامل باعث شده که دوستان دیروز به مخالفان امروز تبدیل شوند؟ بر بنیاد حقوق بین الملل دو مکانیزم داره. یکی مکانیزم تنش‌زا است. مکانیزم تنش‌زا به گونه‌ای است که دولت افغانستان با دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد پرونده و یا کیس را باز میکنه که نشان میده پاکستان این مرز را بر افغانستان تحمیل کرده. دوران قرارداد این مرز تمام شده و باید در این زمینه جامعه بین المللی دادگاه ها بر بنیاد قوانین بین المللی و کنوانسیون های مطروحه مسئله را حل بکنند. اما برخی گزارش ها می رساند که نظامیان پاکستانی از رهبران طالبان یک خواست دارند. مهار تحریک طالبان پاکستانی، گروهی که زمان بزرگترین تهدید برای پاکستان بود و اکنون به طور وسیع در حال ظهور است. مهم این که رهبر این گروه در افغانستان مستقر است. با آنکه در هفته های اخیر تنش‌ها میان دو طرف تا مرحله درگیری پیش رفته، اما به نظر نمی رسد که طالبان و پاکستان در یک رویارویی نظامی قرار گیرند. طالبان مجرای اصلی پاکستان برای نفوذ و دسترسی به افغانستان خوانده شده است. شبکه حقانی، قوی‌ترین جناح نظامی و اقتصادی طالبان، برای پاکستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حامد حیدری، لندن.